سلام دوستا، باز هم خوشحالم در ولاگ جدید ما. مستم شاسمیر عیشت و معیشت، همراه یک دوستم شادانیال عیشت و معیشت آمدیم شهر هامبورگ هستیم. اینجا گشته می رفتیم. بسیار یک عادت خراب داره دوست ما، در دوش هستیم. دوش هیچ عجله و چیزام نداریم، چکر هستیم صاف دوش هسته دیگه. ما نفس یک زده گپ زده میریم، بخاطر چی که ما عادت دوش نداریم، سلو سلو یک زده میگردیم دیگه. بیاین که براتون هامبورگ نشان بدیم دوستا. اینی منطقه که هست منطقه بیکارا هست. این کسی که بیکار و بیروزگار است نمیشه میشینه. نفره که در هامبورگ است میفهمه این انجام وطندارایی هست. یک قدر دیگه وطندار دیگه میبینی دوستا، دیگه چیز نهی. دوستا درباره دوستم براتون گفتم، خب باش که اول خودش یک سلام علیکی کنه. الو سلام علیکم دوستان، من اسمم دانیال. بس خلاص. این دانیال هم خشای ماست هم دوست ماست دیگه. زیادتر همی آخر هفته ما وازی یک جای دیگه ما می باشیم، بخاطر که دیگه قدر نفره این خیلی وقت است جسته ما هم دیگه جدید هستم، اما قدر امروز نفر رفتم چیز نداریم. خوی ما بگیری هم میخوانه زیادتر ما دو نفر اینجا هم میگردیم. میگی شاستم برات گل بگیر اونجا، حالا گل مفروشم. نه لالا گل نگی، بابا چی گل میگیری؟ برو با زانت گل بگی و نفرید گل بگی، بابا چی گل میگیری؟ گلام نارنجی. گل نارنجی معنی چیه داره؟ حالا کلی میگه شما اومدین الستر جای هامبورگ کم بود، ما از شروع کردیم کلا هامبورگ نشون میدیم. حالا استارتش هست. چه استارتر است؟ جادر استی. دیگه این که است همین وسط مشهورترین جای هامبورگ است نمیشه از نظر منه. کجا هست دیگه جای شماست؟ بانوف شما هست همین اسکای چیش دیگه. خصوصا همین منطقه خوبتر است، یک هوای خوبش داره و چیزا. که اینجا آباد میاره دیگه این آبشارک داره اونجا چیزا کاسته. کلا هامبورگ نشون بدین مردم وقت خطا نشه ولی دیگه سلو سلو کم نفس میکشیم، یک گلاس آب بخوریم دیگه. کدام طرف میریم دنیا؟ بریم اون تو چکر ما نمیفهم کجا بریم. خب اصلا میریم یک جای خاطر دیدین دوستان دوش شروع کرد. ریلکس بریم لالا بریم. امروز دوستا هوا خیلی خوب است، 22 درجه است. هوا دیگه از هوایش پرسان نکن. هوا که از بیادر است دوستا امروز دیگه. از اون خاطر ما آمدیم دیگه هامبورگ. ایده هامبورگ زندگی میکنم، یک کمک دور است از هامبورگ دیگه. هردی مدیر است. اینجا دروغ میگه دوستا، ما کمک از داخل هامبورگ در سر مرز هامبورگ است. میگه که نزدیک هامبورگ است. یوم بسیار دور است، ما هم بسیار دور است. دروغ میگه. دروغ اولیش کشیده. کدامش دروغ است لالا؟ از دروغ. ما چقدر دور هستم از هامبورگ؟ تو 45 دقیقه، ما 55 دقیقه. از تو بانوف. یا اما در موتر دایرکت در موتر 15 دقیقه ما دور است. این دور است دادا. اینا کی دروغ گفت؟ اینا دوستا کی دروغ گفت؟ تو. نه ما گفتم من از هامبورگ دور هستم، تو نزدیک هستی. خب یا اینجا بعد از ویدیو ما چهار میکنه. خب چی هست دوستا؟ بخاطر چی میگم می دور است؟ بخاطر ما از خانه حرکت میکنم از دیگه شهر. این که از چیز کم دیگه هامبورگ گفتم میشه، بخاطر که در بس هم میتونه بیای دیگه. از خاطر این از ما که دورتر دیرتر میرسه. بریم نوشیدنی بگیریم خونه. چی بگیرم نوشیدنی؟ دوستا این بیادر مجاهد ما کمک اشتیاقش است. تیز است. رژیم شکستانده ایم، چاق شده. میخوایم دگاه چاق شه. به نظر تان امروز شکستانده ای؟ دیش خندی میکنی تو؟ نه دوستا مذاق میکنم، این جوان فتنسیست دیگه. همیال ما رستوران بودیم، نان خوردیم، یک دانه کلام امروز خوردیم دیگه. از اینجا برآمدیم یک نوشابه بگیریم. ما 2 شورما خوردم. 2 دانه شورما خورده همیاله که یک تا کلا. یک قیاسان آن کلا رو ده یک شو بالا کرد. ما 2 تا شورما رو یک جای خوردم، کلایم هم خلاص کردم، این هنوزم خلاص نکرده بود. منتظر از 5 دقیقه 6 تا خلاص شد. یک دانه شورما به یک نفر است. به فکر آرام راحت میشینی، از هر چکت لذت میبری. نه که غم رو بده چی گپ است. حالا خو یک چیز نرمال است آدم گشنه باشه. خنی و گشنه شده بودم با خاطر تست نمیخورم. یک خدمی آلمان همی هر سرک از جور کردن است. امی هر کوچه بری یک سرک تا جور کردن است، هیچ جور نمیشه. چقدر وقت است همی جور است؟ هامبورگ از کشمیر است. کشمیر دیگه در وقت آباد شدنش است. ماشاءالله نمیفهم. از روز کاملی میشه. از روز که ما آمدیم پیش از اون که بیایم قصای کشمیری اینجا گفتن که این باوشله از باوشله اون چرا خیلی چی میگن؟ سرک ها دیگه. اون نمیدونم سرک سازی و خانه سازی شونه از دیگه. از اون وقت پیش از اینکه ما بیایم
اینا از وقتی که ما اومدیم نمیشه گپ است و از وقتی که سمیر اومد نمی گپ ادامه داره یک چند نسل دیگه دیگه ببینیم چه وقت سرکای از یا جور میشه سرکای ما خود جور سرک وطن ما جور است والله سرک بخیت پلان دیگه دارن خوب پلانا دارن دیگه ببینیم چه جورش میکنن یا کجا روان هستیم ببین من تو طرف یک پارک میرم پارک ما تا حال دی پارکا نآوردی لالا تا چه وقت کمره ران کنیم که پارک ببریم ما تا روز ویدیویت روشن تا گرد روشن بود در تامبور ای خدا من میگم ما قاق هستیم باز یک روز ایره جای چتل آنبور میبرم که دلش بد شود از کور جای آنبور او طرف بانوف چتل هست یک که دوستا امروز رفتیم اینجا یک طرف بانوف هست همی چی میگه استیشن ای که از یک طرفش کسته پاک هسته خارجی هسته باز یک طرف دیگهش که میری کنیم خارجی چی رقم هسته که خارجی های اروپایی است و خارجی های آسیایی است اینال بعضا سکو گفتم گرفتم بعضا خاطر اینال گپ بزنن که در افغانستان تا چطور بود کجا اومدین گپ میزنن سر چیز نه خور بود افغانستان هرچی بودیم کابل کشمیر بود خدا وطن است کابل یک چی داریم یک متل است میگه هر چه خپل وطن کشمیر ده خو یکی است افغانای ما نمیگم تنها کل است عرب سوریایی مچم سیاه‌پوستا خوباش که این طرف است چتل خوراش زیادتر شنوموج است که چیز همی بدفعلی سر مواد فروشی سر چیز که از دو طرف است زمیناش چتر از روی زمین مردم تشناب چیزای خدا میکنن دیگه چی میگن رفع حاجت میکنن برادران عزیز اون چیزاست میتونی کم ادبیاتی ایرانی هم بگی دشویی نه لالا ایرانی نمیگم ایرانی چرا نمیگم وقتی که رفتیم امیال از جستشن تیر میشنیم اینجا یک نفر استاد کرد قوارش رقم بدینا واره بود استادش کرد میگه که کتاب عیسی مسیح ورجات میگه که بگی این کتاب بر ترایگان میتم ایام گرفت یک شلا بود می کتاب بگم من کتاب در طول زندگیم نخوندم آخرین بار کتاب خوانده بودم یادم نیست کی بود میگه نه توی کتاب بگم تو بانش در خانه ایت میم در خانه وانم خاک سرش میشینه هر چی بانه کردیم نفر قشلا بود قشلا بود من چرا چی نکرد من چرا شرا نکرد چلار بیشونی ترجمه نفر کردی ما کمی آمد گفتم مگه بگه نمیگم برو منتظر بود من بگه یک بیابش کنم باز دیدم گفتم نخواد بگیره این نفرام اما گیرنه دیگه کوک 2 ثانیه‌ای من انداختم زیر پاشین بجار میکرد دیگه پارا فقط کسایی که پابجی بازا باشن میفهمن دیگه کسی نمیفهمه خدا چی گفت حالا کلی که دیگه کوک میکنن دیدی چند دقیقه گپای ما اومد دوباره چه ساعت دقیقه اول میشه هرچی من ویدیو بگیرم ویدیو صبر کو برو دیگه گفتم چیزا نیست که چیز مشکل ویدیو میگیری قسم میکنی فکر کو امرای خود قسم میکنی امرای خدای خود دیوانه خود نیستی سر نخود سکنیم والا پیسی من بود از ویدیو میدی کرا کردیم میره دوستا بعد چیز کلاب چی هست اینجا یک دکان میگیریم دکان خالی بوده و پشت نوشته و چیز سگ هست دوستا این سگ بگیره تا چی میکنی کورتی نگاه که هست سوانکای بازی که گپ میزنه دیدیم را یک تا سگ فکر نورکنی بود یکی بسیار پیرکی ها این کافه ایجا است کافه ترکیه وار نیست کافه ترکیه که میری کل جواناش تک ساوس و توریست و کافهش مقبول است اما دیگه کلش پیرکی است این جوانا رو قدر کافه می نمیبینیم مقصد دوستای گپ نزنین که خوش نیستیم برین وطن ما و با اون گپ نامدیم که تا نظریه خودم انتقاد نیست چون خیلی ویدیو رو دیدیم خیلی مردم نظریه میت خوش نیستی بخیر برو تو رو خب از ما کم پیسه تا پس دیگه پیسه تا پس میگی آفرین اونو که است اونو تارک او چی است نامش هامبورگ دامتور میگه چی میگه چیز است من نمیفهمم ولی نام از اون یاد رفت نامش پارک دامتور نه اون یک موزیم است یک موزیم است چیست یا مثلا من نرفتم او موزیم نه چی میگن موزیم چی گفتم میرم من یک ایونت های کلان که از اوجا میشه او مثال مثل هامبورگ است اون چیز است مثلا من چیزا رو گفته باشم نامش غلط باشه مقصر ما نیست مقصر شماست که با ما یاد ندادین نه با من نشان ندادم قدرم که یاد بلد شدیم خودم بلد شدیم بیادر رسی خود دوستا با شرکت میکنیم از سرک تیر میشیم جای جالب که رسید از تو وقت شما برین یگان لایک کامنت نظریه زنگوله شیر تا یه دقیقه زنگوله رو فشار بده اینا خوب از گپور کل سیفت کردیم از دیگه یوتیوب را دوستا اگه دوام میزن همیال تا اون وقت دو بزنین ما باز یک جای صحیح رسیدیم یک جای مقبول گپ آخری حال نگوین که منتظر چراغ سبز یا میشین جدی من در کابل که وقت بودم چرا سرکا جور شد چراغ سبز جدی من منتظر میرفتم
چراغ سرخ استاد همینجا دوستا دروغ میگه خب هیچ وقت استاد یگان وقت همینجا تیر میشه خب اینجا بسیار بی‌جوار است اگه گیر میکنه جریمه ما میکنه اگه نه والا استاد شو بریم لالا اینا لایو میوزیک رد بو چی رد بلک چی هستی چی هست قمار میزنن لایو میوزیک ما گفتم کدام چیز کنسرت چیزایی باشه فکر موزیک کازینو و ریسپشن کازینو است اونجا من لایو میوزیک میخوندم خاطر فکر کردم جای ماست بس خلاص دوستا آلینی میشه گشتن میریم نه هرچی چرت میزنه مال کجا را به شما نشان میدیم ایرم هرچی میگم جایش معلوم نیست کجا بریم نشان بدیم کدام جای خاص نمونه باید فکر کنیم ما باید کتابچه بگیریم پلان بفرستیم دفعه قبل نگم و دفعه آینده این دفعه خود شد دیگه هرچی شد دیگه اینجا دیگه جای هست اینجا اپارتمان هست و چیزا سامانه فهم چی زندگی میکنه اینجا دوخانه هست اینجا مردم زندگی میکنه که یک جای زندگی میکنه ما میخوایم اینجا جای زندگی کنم اینجا جای مقبول باشه زندگی کردن که زندگی ما تازه شد تازه کنیم دی کنسپت دیگه دوستا هامبورگ از جای مقبول است یک سمتش هست که چتل است اما امی ما خوشبختانه به طرف پاکش هستیم طرف پاکش هستیم فعلا ترالا این طرف تیر نشان ترالا کلگی از هامبورگ ما میخوایم یک چند میای ما جای فیروز خندزیوار شده یک قسم میایم نمیگیم لالا دشمن است دست اینی ما یک چند تیس میاد تو وقت میاد تجربه برو پلان داریم یک چند هم جای تای مقبول هامبورگ نشان میدیم چون در هر کس که هست از این هامبورگ فقط می او هامبورگ که میچمه ایو میکنن هامبورگ رو بگیرن نه خودتی بستی سر هامبورگ نگو که دستوار دارم وار میکنم یا دوستا هامبورگ من خوشم میسه کنم چه خوب سرککا و چیزا داره اما خوبی خودم داره خرابی خودم داره به زندگی کردن من رای نمیتم بخاطر عمله فامیلی خصوصا زندگی میکنی جای خوب نیست بخاطر طفلا کلان شدن چیزش تا که به سنای ما مثلا برسن امکان داره که یعنی بیرا شون یا چی یعنی ما بیراست اینجا که من خورد بودم آمدم کلان شد بیادر تازه هر چی باشه خب باز هر چی باشه خورد بودم میگی اینجا کتاب امکان داره هر چیزم که نه میگم امروز فامیل که بیایی نه یا طفل باشی طفلی که نو توارد میشونه در بین از این مردم که کلان شوی ذهنیتشون اگه داشته باشی چندان ذهنیت نیست هست مترا نشان بدید اینجا دوستا او وینتیج بنتلی کارت او دیم بنتلی نش بابا بنتلی سالا مارتین است او استون مارتین است مارکش میت نخوندم استون مارتین است لالا دوستا میبخشه بنتلی بود فهمیدی کپی کردم بابا چی مارکش اما چی به موتراش نه مارکش مارکمانه نبود مارکش بیادر نبود اینجا او باناست اوه لالا موی چی باشه سایکل این جای هست که سعی کنی هیچ حاجت به سعی کردن دیگه جایا نشه این تو موترها رو سعی کنی سر تریز میزنه کم ایران شویم پریشان از موترهای تای تا بود ویدیو میگیریم اگه جای تایتش میبینی فهمیدی کجا موترهای مدر بالاش دیدی دست چراغ بشه دیگه تو گپ بزن یکی بزن حالا گپ گده ذهنت آمد بزن دیگه تو بگو دیگه گپ بزن دیگه یکی چی هست خود زیادتر نفرا که هستن همین نمیتونن که ویدیو بگیرن همین ویدیو گرفتن کس کدام شهرم نیست که باید ویدیو میگیری کدام کار عیب نمیکنی که از مردم بشرمی که چرا ویدیو میگیرم یا چیزه ویدیو میگیریم یک کارو میکنیم پوزیتیو وقتی چی چهار مردم که نیستن یا میخوان ببینن و میخوان دق میارن ببینن قصه کنن ساعتشان تیر شود ولی من چی بشرمم که جان ویدیو گرفتم میرم اون کاکار ویدیو گرفت ده بیرون میگرده فقط در خانه ما هست که کالای خاطر بیبره که ویدیوشو نگیرم والا خوش نداری نبیده ویدیوی ما نبیده ویدیو خودش میخوای مشهور شد خو سابوی نیستم منطقش هم نامش نمیفهم بلد هستم نامش نمیفهم جدا منطقه استار میشه دیگه کدام طرف جا خوب جاهای دیگه هستن جایگاه عکس چیزا که واسه یا سعی کنیم چه خوب جمپرک هستیم اما قیمت هست چیزای آفرای تایپ دوستا چی نظر دارین این جمپرک سیف صدا فهم هست اونا unselected items دوستا اگر از SH
هفت استفاده کنین بازی جان براتون تقدیم از کد دینگ چی است لالا؟ چی بود سمیر اف سام اف سام لالا اف، ای لالا. دشمن مزاق است کردم، دوست لالا. است کد خودم میزنم من ندارم کد مود کسایی که میخوای از به افغانستان کردیت روان کنه خب آنلاین کردیت موبایل از اپلیکیشن دینگ استفاده کنین از کد سام 7 استفاده کنین براتون 50 الی 100% جان دیدین فراری را بیادر رسید اگر وام از اینجا استفاده کنه فراری خرید هر کس از اینجا استفاده کنه باز لالا دا اید اسش 50 رفت ماشم چی گفتم یارو اینجا نه سروش از یک چه صد دیوار ما غلط نه لالا لالا استش استفاده کنین هر کسی رو استفاده کرد خدا کد دشمن است لالا و دوست نیست استفاده نکنین از کدا که از 50% هم صد قیمت مفروض 50% زیاد میکنه اورا از مکنه 50 الی 100% ارزان میشه سام 7 دیگه یه دوستا اینجا چطور عکس اینجا اگه وطن داره اینو چی گفته جور کردن اینجا سر اینجا وطن داره الان دا بک‌گراند دا تامنیل ای ویدیو عکس نیمی عکس کات میکنم میگم من در هامبورگ من در هامبورگ چی دانیال در هامبورگ هیچ تو این نمیشه میتونین کامنت کنین فهمیدین با ویدیو بعدی ما یک بک‌گراندش چی رقم یک بک‌گراند میخواین چالش بتین هر رقم که میخواین اگه ما نماندیم دانیال هر چی میگن بگین چرا من چیز بگویم کسایی که میخواین اینستاگرام شه اینجا براتون اضافه میکنم اینستاگرام من میفهم سام تلاش 7 چی است اینستاگرام بگید اینجا والا اپ دینگ جور میکنیم نه لالا و باشه در برنامه بعدی سام سعید سوشال میدیا رو جور میکنیم نشان میدیم من اونجا عاد کردم یه چیز نگه دوستا من اونجا شاید میکنم خوشم باشه اونجا دو چی گوگل هم هست اگه چی چیزی شکایت میکنیم اون داده گوگل اون شکایت میکنه به لالا در اپ گوگل بله صاحب دوستا چه جور بسیار هوا کسته بعد از دیر وقت است هوا چطوره؟ پرفکت است یکمک لالا یه رقم عکسیم من در دارم دوستا اینجا که است باز ندگی میکنی مالت اروپا الموت صد اکسنت کوبلی گپ میزنیم دیگه کمک تغییرات بده اگه چیزاش بگو چی میشه اگه میفهمیدم بگو آوا چی میگفتن آوا چی میگفتن آها شما چی میگن دوستا می که مینوشین اونا چی میگن بسیار باید زیاد درینک کنن آب را چون باز جلدتان و انرژی میده انسان چطور است سال من که دیگه دوستا نفره که در امریکا زندگی میکنه افغانستان زندگی میکنه بس که سواری باشن قدر چیز یعنی پایین است با زندگی روزمره اما نفره که در اروپا زندگی میکنه مخصوصا در نیدرلند کجا میشه هالند و دنمارک و این کشورهای اسکاندیناویایی و کسی از موتر که بیشتر بایسکل ترجیح میدن بخاطر آب و هوا را آلوده نمیکنه و همچنان روشون نزدیکتر میشه از ترافیک کل چیز پس رقم حس وطن دوستی طور خورد در ساعت وطن خراب میشه نه خب یعنی گفتم دیگه که نفر تیش در بایسکل اما یادم اومد که نشان کنم که یعنی دیگه بایسکل راندن یک چیز نرمال است یعنی کسی نیست که الان بگه او بایسکل داره یا او موتر داره او قدر چیز نیست یعنی نفرای فهمیده از بعضی هست که چیز بایسکل سواری رو فکر میکنن ای بس سانسور میکنی گفت چی میشه جر چی میگه تلویزیونای افغانستان دیدی بازی سیشن گرفتن سانسور میکنن نه لا نمیکنیم اون گوشه شما بگوین گوشایتون بسته ببینین کسی که نمیخواد بشنه دیگه خوب شرکت ها سینیم شرکت که از من می بود دوستا ایت نیاز نبود ولاگینگ اعلام میکرده من یعنی که شرکت که می مثلا بسیار میبخشین که دوستان صحیح کاملا صحیح نمیگیرم ویدیو را از جای موتور خوبش میباشه ویدیو نمیگیری مثلا نفر نمیاد چیزای خود صاف میکنی چیزای خوبه چیزای بعد ما رو موتور خراب است از این موتورسیکل میتونیم یک روز بگیریم یک روز میشیم از این موتورسیکل هست نه تا 60 متر از این میتونیم یک روز میگیریم یک روز از این موتورسیکل میگیریم فاشان کردن میگردیم هست میشه امروز چی تو میشه از رقمی باید نه خاصه از موتور از موتورسیکل میتونم موتورسیکل من بگیریم از مخاطر اون رو پسند میکنم از خلاص این کاکا مامور تقاوتی واره کالا بشه ماش تقاوتی میگم جان خرش خندی کردم در این ویدیو بیخی خوب مرک یک بیا میشم خب هر کی جنم کرد خودش هست بیادر هستیم
نکنین. انسان است دیگه. من مقصد بعض شما کدام گپ زدیم کدام چیزی گفتیم ما برش خندی گفتیم جدی نگفتیم ولی سر ما ویدیو بالا کنیم انتقاد کنیم یا چیز کارو نکنیم فایده نداره. بله ها میان کجا؟ سر ما رفتی نه لالا خود دور نشان دادم منظره را که ما دوستا لالا دیگه فوتوشاپ نیست ما هر چیزی کسی نور چیز نشانت میتیم ما فوتوشاپ نمیکنیم نه لالا اسنپ چت نیست جوان اسنپی پست های رسید پست میمانه خاله بجا ایجه که پست هایش ما رو نفس ما رو کشیده یک پست بازی سو جیگر خونت میکند پست میبینی دپریشن میگیره موتورسیکل از 1950 بود تو خوبش نبود خوبش بود به نظر من خوبش نبود آه دوسته یک موتور دیگه هم تایت عشقی تیر میشه کوکویا کاستم استایلی موتورهای استایلی داره ما هستیم پیاده میگردیم چی نظر دارید ای باره؟ والله پدرایشان نباشه فهمیدی موتور گلف اگه سوار شده اینجا هزار گفتم 80 زیاد کورس از پدرشون والا دوستا پیشتر اونجا شیشته بدیم پیش یک کافه بچه‌های جوان دید خواه چرت رفته والا میگم چی گپ هسته میگه والا من اینجا میاری اینجا من دپریشن میگیره چرا میگه که اینجا یارم میبینم میگم چرا من پدر مادر رو نمیشه تولد نشده سعی کنید دوستا پورچه میگردن پورچه بچه نه لوان هم تو ساده جی تی آر شما هست والا میشه یک روز میگیریم بخیر یک روز که نگیریم میلاش نمیتیم پشت گرفتیم اگه نخریدیم شا کراخ گرفته میتونیم نه لا میخریم لالا ما کرا میتیم نه یک 10 تا میخریم خود ما کرا میتیم لالا هدفا بالا است بابا هدفا رو بزرگ بگی که 10 تا بگو که یک 3 تاش خب برسه برات جنگرد از بالا شروع که لالا بیستی مریم حالا تو هم از خدا میخوایم یعنی چرا کم میخوایم زیاد بخواه لالا 10 تا از هر پوش پیش خداش سختی داره؟ نه مثل لیستی مریم میرفتی لالا یک بروز پرسان میکدی 3000 میگفت مادرت میگفت 100 پسیز بود 300 راضی میشد ما میبودیم 3000 میگفت 1200 میگفتیم 1500 راضی میشد نه خوشم میشدیم هنوز کو سرش زدیم در حال خبر نیم نقص میکنیم ما دادا نمیخوایم که حداقل یک تا سنگ پشت بده اما که سنگ پشت بگیره جای کلاسی است جای الگانت خاص نموتا کجا روان هستیم دانیل بیکم ما را این رقمش قبول نیست در شهر ازی آمدیم خودش خبر نیست موتور از طرف عمره طرف اسنیپ طرفش بلنگه بزنگ بشه دوستای عزیزم صبر کن مساف کن طرف دیگه مره ممکن بهش خاصه اون تکست تلفظ میشه بعد کدام جاش غلط باشه اما باید تو دوره میزنیم ما هنوز راه هنوز دوستا اینقدر ما را شکم خودم میخواه او کنه با استخوانای ما رو داره امرای خود یک گشتان نیمونی میجره خیلی فایده داره توش تو تال چقدر گشتیم گشتیم میکشیم 8 کیلومتر گشتیم 8 کیلومتر گشتیم 8 کیلومتر چند ساعت؟ زیاد ساعت 3 بجه برام 3 بجه رسیدیم خونه 3 حرکت کنیم 3 رسیدیم 4 و 25 میجره از چی پایین شدیم از ترین اون خب بس است دیگه اوه امروز نیاز نیست جیم بریم بس است یاد بد کنم جیم بریم چی میگی دوستا خو یک بریم یک جای اینجا مقبول شد باز پس کامرا رو آن میکنم بخاطر شما هم خسته نشین بیادر هستین شما میفهمم داریم دوستا چی گفتی چی پلان داری پایین بریم عکس بگیریم نه دور است کامرا 0.5 است پایین بریم عکس بگیریم این قسمت میخوایم عکس بگیریم دوستا اونو بک‌گراند بیاد اونو بک‌گراند دوستا هیچ اون صحیح نمیه باید ماشم نزدیک بریم یا راه ما بخی چپ میشه میخواستیم از اونجا بگیریم اما کامرا می بود میشد گرفته اما کامرا نیست از خاطر امر موبایل چون هفته دیسش سر تو باید هفته بخوره یا همیشه اما خوب موقعیت که زیباست یا منظره لوکیشن سیف یا اینکه امر کامرا که بیایم خوب تر میاد یس برادر دوستا ما هم اینجا نمت یک شیر است که این موقعیت اگه میخواستم عکس بگیرم اما عکاسم کسته
سطحش پایین است یکم. یعنی چی منظور چی است؟ نگرفتی عکس خوبش دیگه. والا خوب من تایم بعد آمده تایمش ایش هفته من نیم ساعت 20 دقیقه بعد نیم ساعت وقت می‌گیره. هفته داریم حالا هفته به اینی چی؟ به اینی موقعیت که نه خوبش من نمیخوایم هفته به. لالا هر خمک می‌کنیم یک دفعه درجه 2 بگی یک بگی در یا یک گفتم یه چیز دیگه نگفتم. یک شرکت دست سیاه میفتیم از دور میگم از دست. اما یک تام خوبش نگرفتیم. والا انت گرفتی. نگرفتیم سایکو والا. ما بگی ما سایکو انت گرفتیم سایکو فاصله ما اینقدر دیگه لالا. چه یک ویدیو ما میگیرم سایکو. تو دوستا من سعی کنین دیگه واه 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 والله ساک چه ویدیو تایپ گرفته دیگه یا ویدیو تایپ گرفته باید سرچپه شه والله دست من کج میشه والا انت باید بگیری برزه رفت سر ما این بچه خاله دوستا دیگه برای او طرف بریم؟ یا دیگه این طرف پیش بیخی دور میشیم از شهر دوستا دوستا این چرا سیاه معلوم میشه سیاه به خدا اگه باشه دوستا از من کندمی نیست نه دیگه کاملا سیاه معلوم میشه دیدی که رقم چرا؟ تاویز پاکستان سرش تاثیر کرده زمین کاش که پاکستان باشه لالا انشالله پیدا کردیم دوستا من بچه که بسکل سواری میکنن نبجه باشکل یک حرکت تایید کردم بسکلش ما گرفتم میره بابا خود از بابا والا که برد تا بسکل خدا یا که خوش دارن بایسکلکای خدای از جان خود تیر هستن از بایسکل خود نه چخوب جایکای است تو پیشنکای مقبول است نگویی شاسم که چه جایی میارم تا خدایی برابر میشه ما را خدایی دوز میبینیم موتورسایکل دوزی میکنیم دوزم نیستیم دوستایی چی رقم است مال باز می غیر افغانا دیم فکر دیگه کردن یا باشه هستیم دیگه تو بگیریم اینجا عکس بگیریم یک چند دقیقه دوستا اینجا که هستن دختر فلسطین چی دارن؟ فلسطین نیست خانه میخوانه اما اینجا استاپ کلینگ اور چیلدرن نوشته نه چی میخوانه این؟ دوستا یک چند دانه ویدیوی سمیر گرفتم اینجا هیچ راضی نبود باز دو تا عکس خوب شامد باز چه شیش تینالا میریم دیگه طرف دو دانه عکس گرفت دوستا نیم ساعت شیشتیم یک رقم نسک خودم سر خودم بعد خورده بودم با خدا باز یک دو دانه داخل که گرفت نه گفتم مقدر بعد گفتنی هم نیستم با خدا نامت یک واسه ما یک ویدیو از سمیر میگیرم خونه ویدیوش میگیرم سه که هیچ شور نمیخونم ولی در رفتن هم واسه که براتون ویدیو بگیرم سه چقدر تایپ ویدیو لالا برو من کار ندارم خودت نفتی من نگفتم برو موبایلت دهت دقیقه از خلاص نه خب عکس گرفتی اولو اون خودت قبول کن یا خب تو پوز خراب میرفتی دیگه نه زوم میکردی من نمیفهمم تو چه قسمه عکس میگیری کل گناه ارس است والا ارس خدا خیرت نده هر کی هستی کجا میریم حالا پس کوچه هامبورگ اومدی کجا میریم حالا فعلا میریم هم تو طرف فلسطین این طرف خانه بریم خانه بریم دیگه ساعت 7 8 به شب است آش بیاس نه افتاد چه در افغانستان میبینی شام آقای ما میرفت که در خانه باشی یا طرف یک تا از خاطرات تا نشته کنی که چند بجه شما باید خانه میبینید اگه دیگر بیاید چی گپ میشته است حسابی ها اگر یگان نخمه برم در خانه پشت سودا بینا فوتبال توپ میدید گرم میآمدید سودا میام در پیسه سودا رو میاد آیس کریم میخریدیم جگرخون یک خاطره دارم خب پیسه گرفته بودم با قلم رسامی همراه کتابچه رسامی رفتم نه تا گوزی پران خریدم یک تا خانه رفتیم رو پت کردیم او رو باز اگه چیزی میخریدی رو خانه هم بردم تنیستی رو باید دیسته گوزی پران رفتیم تا کم پت کردیم آن رو خدا رو بکشم گوزی پران بازی کنم خانه میرم شو پدرم میاد چی کردی کتابچه رسامی بیش دایتا تیره خدا میارم پاس آخر گیرم کردن گفت چی کردی پیسه رو گفتم چی خریدم تار گوش بران خریدم گیره کردن تارا باید کردم برای گفت که تار گوش بران بره اون ته خاطرات دارم کاکا قسم شکی بود لاله کاکا بعد ساکت ما مخت کامera رو اوسو بردم گفتم نشه بیاد اینجا کت ما دعوا کنیم کار نکنه که یارو بزنی چی کنی لالا قدش کوتاه تو میگی ما پارتی شدیم داخل او پارتی شد
بگم من سفید بودم سفید کیس کنم سیاه شدم دعوا سیاه انداختین دیسته کنیم دوستا او بیخی سیاه مالا میشه خونه اوه ساسمی دوستای نمی دیگه چیسته استاد این کسب ساک بالاست ساسمی استاد چیزای قیمتی داره این دوست ما که هست چیزای قیمتی نکنین کاملا رو کج گرفته باز نگوین که کج نمیگیره چی باز شما برام بگین که این ویدیو رو ما گرفتیم خونه از سمیر باز بگین ما خوبش ویدیو گرفتیم یا سمیر میگه دیگه دوستان اینی که هست شهر مرکز هامبورگ است اگه وسط شد اگه طرف منطقه افغانا یا فردا اگه شد فردا بگیریم فردا این طرف میریم فردا میریم چکر ویدیو بختر ویدیو میریم چکر همسو فردا خیلی باز در ولاگ بعدی که هست سبا یک میمونه کن داریم سبا یک میمونه سبا یک میمونه داریم دیگه باز منطقه افغانا و رستوران های افغانی زیاد است اونجا و خارجیان دیگه رستوران های عربا و رستوران های ترکاشستان زیاد است اونجا را میگیریم که زیادتر افغانان میشناسن دیگه اون منطقه رو براتون میگیریم لازم منطقه دیگه نمیقدر چیز زیاد نیست سرکاست جای مقبول است خیلی سرک است همیشه ما کارم خودشان دیدن کل موقع نرمال کاست اما اصل جای نرمال استر بودم دریا بودیم کوچه کا بود دیگه اگه اون جای خوبش هم میفهمن باز با ما کامنت کنن ما میریم مثلا ما با قدر که بلد بودیم اون قدر جا رفتیم دیگه تشکر که ویدیو رو تا اینجا دیدین دیگه تا حالا که قرار دیدین یک لایک و کامنت زنگوله یادتان نره این یک برادر مجاهد ما باز آمد خودش میخواد در ویدیو خودش میخواد ما غرض نداشتیم که تش دیگه نار که در دریا افتید یک گناه ما نیست دوستای اینا ثبوت گرفتیم ای دوستات اگه دیدین لایک لایک کامنت سابسکرایب یادتان نره میریم اونجا کدام گپ هست آخری ویدیو رو میگیریم پلیس هست باز ببینیم چی گپ شده اوکی باز اونجا خدافظی میگیریم من خدافظی کردم تو باز خدافظی نه اونجا آخر ویدیو رو برشون میگیریم گپ نمیزنیم خدافظی رو دیگه همینجا خدافظی نمیکنی همراه دوستان ما اینجا خدافظی کنیم تو تیجا میکنی چرا کم خدافظی میکنی که دیگه ما ایت نمه ما پس می ما خیلی آخر ویدیوز دیگه خود تا دیدار بعد پدرو خلاص اوکی دوستا